ما بخوایم این مسیر ورود به این احساسات و اینکه ما چجوری این گره ها رو دونه دونه باز کنیم چیه؟ اول از همه باید بهتون بگم که ما اگه میخوایم یک مسیر 1000 پله رو بریم بالا، همیشه با قدم‌های اول و سخت شروع میشه. مرحله اول و عملی اینه که ما وارد فضای مراقبه‌ای بشیم، یعنی بتونیم اول از همه بدنمون رو، سپس ذهنمون رو آروم بکنیم تا بتونه این احساسات بیاد بالا. در مرحله اول وقتی که ما چشامون رو میبندیم، نفس عمیق میکشیم و تن آرامی میکنیم، چیزی که درگیر میشه ذهن ماست. یعنی قلاب‌های فکری میان و از ذهن ما عبور میکنن و منتظرن که ما همراه این فکرها بریم. یعنی ما اگه تمرین بکنیم شاید این اتفاق روزهای اول نیفته، هفته های اول نیفته، ولی کم کم اتفاق میفته. وقتی که ما با این قلاب‌ها حرکت نکنیم و اینها رو ادامه ندیم و فقط در جایگاه یک مشاهده‌گر باشیم، اینها آروم آروم میان و ذهن کم کم خسته میشه و میبینه واقعا قلابش نمیگیره و بلند میشه میره. و حالا مسیر برای ورود به ناخودآگاه باز میشه. یعنی شما وارد فضایی میشید که از ناخودآگاه که هم میتونید رویا ببینید، هم میتونید تصاویر رو ببینید و هم میتونید با احساساتتون برخورد بکنید. بعضی وقتا این تصاویری که میاد بالا از گذشته شماست، از خاطرات شماست. بعضی موقع تصاویری هستن مثل رویا و خواب که شما ازشون چیزی متوجه نمیشید، ولی هر کدوم از اینا باشه مطمئناً یک احساسی همراهش هست. شما احساس اون واقعه رو و تصویر رو قشنگ متوجه میشید. و وقتی که اینا رو روبرو میشید نباید جلوی خودتون رو بگیرید. نگید که من نمیخوام این احساسات رو تجربه کنم. دقیقاً باید این احساسات رو تجربه کنید. چرا؟ چون یه احساس غم که میاد بالا، پشت این احساس غم ممکنه هزاران خاطره‌ای باشه که اساره غم داشته باشه. یعنی شما نمیتونید برید تک تک خاطرات قدیمیتون رو هی نگاه بکنید، ببینید که هر دونه دونه بررسیشون بکنید، ولی میدونید این خاطرات برای ناخودآگاه شما تبدیل به یک رویا شده. شما شاید براتون یه موقعی واقعی بوده و خاطر است، ولی برای درون شما این یک تصویریه که حاوی یک احساسه و از این تصویرها هزاران در گذشته شما هست، ولی یک احساس پشتش، اون احساس غمه. و به محض اینکه شما روی احساسات کار میکنید و بار این احساسات و گره ها رو باز میکنید، مسیر اون خاطرات عوض میشه. احساس اومده بالا و ما با دستی باز نمشت کرده این احساسات رو میپذیریم و نگاهشون میکنیم. یکی از فعلهای مهمی که ما انجام میدیم دیدنه. به محض اینکه ما اون رو میبینیم و اجازه میدیم به بدنمون و روحمون، روانمون این احساس کامل تجربه بشه، اون قسمتی در وجود ما از اون خاطره و احساس که هضم نشده بود شروع به رها شدن میکنه. شروع میکنه اون قدرتش کم میشه، کوچک میشه. و هرچی شما این کار رو انجام بدید و احساسات رو از درونتون تخلیه بکنید، شما سبکتر میشید، شما خلوصتون بیشتر میشه و این واقعا جای تبریک و افتخار داره که آدم بتونه همچین کاری رو با خودش بکنه. حالا در متدهایی هستش که یک سری از مسائل و مشکلات و این سیکل ها به وجود اومده و یک مسئله ریشه‌ای هست. یعنی به فرض مثال از احساس غمی که گفتیم ممکنه چند تا داستان و خاطره در زندگی ما باشه، ولی یک مسئله ریشه تمام این مسائلی باشه که به وجود اومده. این تو یک روندی ما به وسیله یک تسهیلگر که فرد رو هدایت میکنه و نمیذاره این مسیر رویاش از چارچوب خارج بشه و نتونه اون رو درک بکنه، این کمک میکنه که این مسیر رو شما برید و آروم آروم میاد میرسه به اون واقعی که خیلی تلخه برای شما. ببین وقتی راجع به واقعی ریشه‌ای صحبت میکنیم، یعنی یک جای یه اتفاقی افتاده، مثل همون بچه‌ای که راجع به عذاب وجدان صحبت کردیم و این سیکله چرخیده اومده جلو 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 و دوباره اتفاقاتی رو ایجاد کرده. ما وقتی که به اون مرکزیت و ریشه اصلی میرسیم، وقتی اون رو میبینیم و درکش میکنیم و احساسش رو کامل میپذیریم و رهاش میکنیم، اون مسئله حل میشه.
خاطرات و تصاویر برای ناخودآگاه ما فقط یک رویاست و این رویا دارای احساسه. شما وقتی میخوابیدم رویا میبینید، بلند میشید میگید ترسیدم، خوب بود، بد بود، حس خوبی داشت، و فقط درون ناخودآگاه ما این فهم از خاطرات وجود داره که این یک احساسی داره. و وقتی ما میتونیم اون رویا رو در وجود خودمون تغییر بدیم، درسته در واقعیت و حالت ظاهری ممکنه بگیم آقا اون خاطره هستا، ولی در ناخودآگاه ما اون یک تصویره. و وقتی ما تصویر رو شروع میکنیم به عوض کردن و بهبود دادن، در حقیقت احساس اون واقعه مرکزین از بین میره و میبینی این سیکله داره حرکت میکنه دیگه، سیکله حرکت کرده رسیده به زندگی الان ما، میبینیم تمام شد، اون سیکله قطع شد. چرا؟ چون احساسش تبدیل شد به یک احساس دیگه و این جریان افتاده. و خیلی مهمه اون تصویر نهایی که ما از صلح و بخشش حالا خودمون یا دیگران در انتهای اون رویا میسازیم رو همراه خودمون داشته باشیم. این فرایند کاره. ما موظفیم در مورد خودمون، مسئولیم که بتونیم خودمون رو ارتقا بدیم. و چرا زمانمون رو هدر بدیم بابت فیلم ها، بابت سرگرمی ها، فضای مجازی؟ ما بیایم از خودمون، از زندگیمون یه داستانی بسازیم که واقعاً ارزش گفتن و افتخار گفتن به دیگران رو داشته باشه و ریشه های خودمون رو که اگه یه درخت باشیم توی زمین مستحکم کنیم و شاخ و بالی بدیم که بتونه باور بشه و دیگران هم از وجود ما، از تجربیات ما و از کمک‌های ما استفاده بکنن تا رشد کنن. مثلا اصل و اساس حقیقت در جهان و کاری که ما باید انجام بدیم همینه، هر کسی در مسیری.